تا حالا براتون پیش اومده که موقع صحبت کردن با یه نفر از خداتون باشه که طرف مقابل زودتر حرفشو تموم کنه تا شما راحت بشید؟ در طول روز چقدر براتون پیش اومده که یه موضوعی همش فکرتون رو درگیر کرده و بعدها که بهش فکر میکنید میبینید اونقدر مهم و از سکوت کن نبوده؟ این مسائلی هست که بیش از 90% مردم در طول روز درگیرش هستن که بهش ریز آسیب‌های کمالگرایی میگن. چیزهایی که شاید در وهله اول یه ناراحتی کوچیک باشه ولی طی چند سال آینده تاثیر خیلی بدی روی تحمل پذیری شما میذاره و شما رو تبدیل به یه روان رنجور میکنه. اما باید بدونید که این مسئله یه راه حلی هم داره. هنر ظریف بیخیالی. 400 سال قبل از کتاب معروف آقای مارک یک فیلسوفی بود که تو این زمینه راهنمایی خوبی میکرد. باروخ اسپینوزا، متفکر هلندی که به صورت گام به گام راهنمایی‌های اصولی برای رسیدن به یک ذهنیت متمرکز رو میده. پس اگر در طول روز شما هم تمرکزتون رو از دست میدید و این روند رو بازدهی کارتون در طول روز اثر میذاره و بازدهیتون رو پایین میاره، حتما تا انتهای ویدیو همراه هم باشید. اولین مورد، دیدگاه اسپینوزا نسبت به خیلی از متفکران متفاوت بود. اون جبرگرا بود و اعتقاد داشت که بسیاری از اتفاقات زندگی خارج از کنترل ما هستن. البته که این دلیل نمیشد بدون هیچ عمل و عکس العملی زندگی کنیم و بگیم هر چی پیش اومد از سر اجبار بوده. امروزه هم متفکران خیلی در این مورد بحث میکنن. اما اسپینوزا منظورش این نبود که همه چی جبر مطلقه. اون اعتقاد داشت که آدمی هیچ چیزی را از سر بخت و اقبال انجام نمیدهد، بلکه تحت تاثیر ضرورت‌هایی است که اون را مجبور به اون کار کرده. اگه دقت بکنید میبینید که این جمله اسپینوزا خیلی هم اونجوری نیست که پس ما مجبوریم. در اصل اعتقاد داشت که همه کارها علت و معلولی داره و همین علت و معلولها باعث میشه که توی زندگی انتخابامون محدود بشن. شما از لحظه‌ای که به دنیا میاد این علت و معلولها شرایطتون رو یه جوری تعریف میکنن و منظور از جبرگرایی رو میشه به اون صورت هم برداشت کرد. اسپینوزا هنر ظریف بیخیالی رو توی این میدونست که بدونید خیلی از کارهای ما حتی اگر اشتباه باشن به خاطر همین شرایط علت و معلولا بودن و با سرزنش کردن چیزی درست نمیشه. باید بتونیم این چیزا رو از بقیه کارهایی که اختیارش در دست ما بوده جدا کنیم. توی کتاب هنر ظریف بیخیالی نوشته مارک منسن اشاره میشه که باید محدودیت‌های خودمون رو بپذیریم تا بتونیم آزاد باشیم. مثلا به جای تلاش برای رسیدن به یه چیز فوق‌العاده‌ای که درش خوب نیستیم یا حتی علاقه و استعدادی نداریم، بریم سراغ چیزی که میدونیم درش نسخه بهتری هستیم. پذیرش نقطه ضعف و محدودیت هامون به معنای شکست نیست. اتفاقا این کار ما رو خیلی قوی تر میکنه که بدونیم باید چی کار کنیم و چی کار نکنیم. شماره 2. چند سال پیش یه یوتیوبر معروف به خاطر کامنت های منفی و توهین‌آمیزی که دریافت میکرد تصمیم گرفت به زندگی خودش پایان بده، فقط به خاطر اینکه به نظرات بقیه اهمیت میداد. نظر کسایی براش مهم بود که شاید خیلی هاشون در اثر حسادت داشتن توهین میکردن. یکی از کسایی که راهکار اسپینوزایی انجام داد و خیلی هم با این کار معروف و موفق شد یه پسر 27 ساله‌ای بود که از همه این حاشیه‌ها و کامنت‌های منفی که داشت دریافت میکرد به نفع خودش استفاده کرد و اسم خودش رو بیشتر سر زبون آورد و یاد گرفت با همین تکنیک هنر ظریف بیخیالی چجوری پله‌های موفقیت رو بالا بره. اسپینوزا اعتقاد داشت که به جای اینکه وقت و انرژی خودمون رو صرف نظرات منفی کنیم، توجه خودمون رو روی دوستان واقعی و یا فعالیت‌هایی بذاریم که ارزش درونی ما رو بالا میبره. اسپینوزا معتقد بود که شادی از درون میاد و نباید به تایید یا انتقاد دیگران دلبسته باشیم. پس در قدم دوم اگر میخوایم هنر اهمیت ندادن رو به درستی اجرا کنیم، باید به 99% اظهار نظرات دیگران بی اهمیت باشیم، چون خیلی آدم ها هستن که متاسفانه به خاطر مشکلات شخصی خودشون میخوان حال شما رو خراب کنن. شماره 3. ما توی جهان عدم قطعیت زندگی میکنیم. اینو توی کتاب هنر ظریف بیخیالی به طور جالبی اشاره کرده. حتی خود اسپینوزا هم اینو قبول داشته. تو این جهان عدم قطعیت شما نمیتونید دنبال تضمین باشید. اینجوری بگم که هر جا کلمه تضمین رو شنیدید فرار کنید و قدم سومی که باید توی این مسیر آرامش انجام بدیم دقیقاً همینه.
مهم نیست که این تضمین توی سوده، توی رابطه، توی نگه داشتن پولتونه یا توی اعتماد کردن به دوستتون. ما توی این جهان عدم قطعیت هیچ تضمینی نداریم و اگر اینو قبول بکنیم بهمون کمک میکنه که توی زندگی انعطاف پذیرتر باشیم و خب الکی هم خودمون رو اذیت نکنیم. خیلی وقتا هم هیچ مشکلی پیش نیامده، دنیا هم به آخر نرسیده، ولی اونقدری انتظاراتمون از خودمون یا دیگران یا حتی اتفاقات بالا بردیم که همین باعث شده بدون هیچ دلیل خاصی از زندگیمون راضی نباشیم. توی شماره 4 یک مثال مهم و البته کاربردی درباره‌اش خواهیم زد. شماره 4، فرض کنید شما توی شرکتی دارید کار میکنید و شما به عنوان کارمند شماره 1 اون شرکت شناخته شدید و بهتون بیشترین حقوق رو میدن، مثلا ماهی 15 میلیون، و از طرفی هم برادر یا خواهرتون توی یک شرکت دیگه ای کار میکنه که با این که جزو کارمندای تاپ اون شرکت نیست ولی داره ماهی 20 میلیون حقوق میگیره. این در حالیه که کارمند درجه 1 اون شرکت داره ماهی 30 میلیون حقوق میگیره. یه سوال مهم الان اینجا به وجود میاد. به نظر شما الان شما خوشحال ترید یا خواهر برادرتون؟ شاید بگید که اون، چون به خاطر اینکه خب ماهی 20 میلیون داره حقوق میگیره. ولی در عمل شما رضایت بیشتری دارید. براتون عجیبه نه؟ پژوهش‌ها نشون میده که افرادی که توی دسته دوم هستن با اینکه درآمدشون بیشتر از دسته اوله ولی سطح استرس و نگرانیشون از دسته شماره 1 خیلی بیشتره و همچنین رضایت از زندگی کمتری دارن. حالا چرا اینجوری میشه؟ به خاطر اینکه حس ناکافی بودن بیشتری بهشون القا میشه. به این پدیده توی روانشناسی میگن ماهی بزرگ توی تنگ کوچیک. ماهی که حتی اگه بزرگ هم نباشه ولی وقتی توی تنگ کوچیکی قرار بگیره فکر میکنه که بزرگترین ماهی دنیاست، ولی نمیدونه که دنیا چه خبره. ولی اگه همین ماهی رو وارد اقیانوس بکنید تازه به عمق ماجرا پی میبره. خلاصه که این پدیده روانشناسی میگه که اگه قراره توی زندگی خوشحالی رو تجربه بکنید و درست هم این کار رو انجام بدید باید تنگ مناسب خودتون رو پیدا کنید. یعنی نه اونقدری که کوچیک باشه که توهم بزنید که من خیلی خفنم، خیلی بزرگم، نه اونقدری بزرگ باشه که احساس پوچی و احساس ناکافی بودن بهتون دست بده. چون همیشه میدونیم که دست بالای دست بسیاره و به احتمال زیاد خب ما قرار نیست به همه اهدافمون برسید و این هیچ اشکالی هم نداره. این روانشناسی‌های زردم بذارین کنار که شما باید به همه اهدافتون برسین و شما میتونید و نه اینا رو بذارین کنار. اینجوری فقط داریم خودمون رو عذاب میدیم و قطعا زندگی شادی نخواهیم داشت. پس شماره 4 هم شد انتخاب تنگ مناسب. شماره 5، شاید از انیشتین این جمله رو شنیده باشید که ازش میپرسن آیا به خدا اعتقاد داری؟ اون میگه من به خدای اسپینوزا اعتقاد دارم. حالا این خدای اسپینوزا کی بوده؟ بهتری بگیم چی بوده؟ طبیعت. بله، اسپینوزا معتقد بود که خدا و طبیعت یکی هستن. یعنی این که ما از سرشت همین طبیعت میلیون ها سال به وجود اومدیم. اسپینوزا میگفت اگه میخوای خدا رو بشناسی طبیعت رو بشناس. او را که بشناسی خودت را بهتر خواهی شناخت. سر همین بود که انیشتین خیلی به طبیعت دقت میکرد و خیلی از ایده‌هاشو از طبیعت میگرفت. طبیعت همیشه درس‌های مهم و زیادی به آدم میده، جوری که حتی خودمونم خیلی از اختراعات و ایده‌هایی که امروز داریم رو از طبیعت گرفتیم. طبیعت به مسیرش ادامه میده و اهمیتی نمیده که امروز چند تا گونه جانوری به دنیا اومدن یا از بین رفتن. در اصل اسپینوزا به ماهیت رونده طبیعت تاکید میکرد، یک موجود بیخیالی که اگه هر اتفاقی درونش بیفته بازم به راهش ادامه میده. خیلی مهمه که درک بکنیم که هر اتفاقی توی زندگیمون بیفته جزئی از مسیر طبیعی زندگیه و الکی شلوغش نکنیم یا استرس نگیریم. شماره 6، توی کتاب هنر ظریف بیخیالی یک موضوعی مطرح میشه که هر کسی باید تکی دربارش فکر کنه و اونم سرمایه گذاری کردن روی روابط معنادار و درست زندگیه. روابطی که یک مفهومی پشتشه میتونه حس درست زندگی رو براتون معنی کنه. یعنی باید وقت و ارزش و احترام رو به آدمی بدید که ارزش شما رو بدونه و حتی برای خودش هم احترام و ارزش قائل باشه. کسی که به خودش احترام نمیذاره به شما هم احترام نخواهد گذاشت. پس لطفاً 2 سال وقتتون رو برای آدم 2 دقیقه‌ای تلف نکنید. حالا یه بار دیگه قدم‌ها رو با هم دیگه خلاصه می‌کنیم. شماره 1، محدودیت‌های خودمون رو قبول کنیم. شماره 2، به نظرات منفی جویانه اهمیت ندیم. شماره 3،
قبول کنیم که هیچی توی زندگی قطعی نیست. شماره 4، انتظارهای الکی رو کم بکنیم و تونگ مناسبی برای زندگیمون انتخاب کنیم. شماره 5، طبیعت و ریشه طبیعی زندگیمون رو درک کنیم. و شماره 6، روی روابط با معنا سرمایه گذاری کنیم. ممنونم که تا انتهای ویدیو همراهم بودین. خوشحال میشم نظراتتون رو برام کامنت کنید. موفق و پیروز باشید.